سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم با این کامیون خیلی زیبا و خاص یه سرویس بار ببریم و هم یه ذره زیبایی ببینیم، هم درباره قوانین راهنمایی و رانندگی، حق تقدم و اینها صحبت کنیم و هم درباره مشخصات این ماشین صحبت میکنیم و اگر که خواستین تا آخر این ویدیو رو ببینید. خب این ماشین ما چیزی نیست جز پیتربلت 389 نسخه 2022 مدل 2022 که یه نسخه جدیدی هم از این کامیون اومده و یه ذره فرق کرده اون کامیون جدید، همین 389 جدید. مثلا این قسمت ماشین که بهش میگن کوله، مال اتاق جدید یه جور دیگه شده، اینجاهاش یه جور دیگه شده، فرق کرده و بدتر از همه اتومات شده. چون اونایی که این ماشینا رو تهیه میکنن و میخرن و کار میکنن به عشق دنده دستی بودنش، به عشق این ظاهر خفنی که داره میخرن و اصلا اتومات بودن برای این اصلا یه جوری ارزش این ماشین رو میاره پایین، قیافش عوض شده، جالب نشده. از نظر من این اتاق بهترین اتاق فعلا. و یه چیز خیلی خفنی داره، یه چیز میشه آپشن حساب نمیشه که اونو آخر ویدیو میگم. خیلی خفنه، شاید خیلی از ماشین های سواری نداشته باشن این چیزی که این کامیون داره. و قبل از شروع این ویدیو و به قولی بریم دنبال بار و اینها، توی پلیلیست یه ویدیویی گذاشتم، پلیلیست آموزش نوشته روش، اونو حتما ببینید، درباره اینترنت و این چیز میزاست. اونو ببینید، واسه خودتون تهیه کنید که راحت بیاین توی یوتیوب و هر فیلمی که خواستین رو ببینید و با قیمت خیلی مناسب. خب اول یه ذره اینو ببینیم چقدر واقعا این ماشین باحال و زیباست. 10 چرخ این ماشین، همونطور که میبینید قفل کن جفت کن داره. خب قفل کن چیه، جفت کن چیه؟ قفل کن یعنی این که ما میگیم این دفرانسیال این محور قفل بشه. در حالت عادی قفل نیستن. مثلا اگر که قرار این محور به چرخه، اگر که این زیر مثلا یه گلی باشه چیزی باشه، ماشین بکس و باد میکنه، سر میخوره، اصلا نمیره. وقتی دستور میدین که قفل بشه یعنی اینکه این محور، همین چرخ و هم چرخ اون طرف، من از اون بالا بیارم، وقتی دستور قفل کن رو ما میدیم بهش یعنی اینکه این هم چرخهای این طرف و هم چرخهای این طرف قفل بشن، با هم به یک اندازه میچرخن و فرمون پذیری ماشین هم کم میشه. چون برای اینکه ماشین بخواد بچرخه به سمت چپ، چرخ این سمت کمتر میچرخه و چرخ این سمت بیشتر میچرخه و این آزاده، چون که فرمون رو میچرخونیم این اتفاق میفته. ولی قفل که بشه هر دوتا به یه اندازه میچرخن و فرمون پذیری خیلی ناممکن میشه دیگه. باید از اون حالت در بیاد، باز ماشین بچرخه، باز بذارید حالت قفل. قفل کن شده این گزینه. جفت کن چیه؟ یعنی این که این محور با این محور هر دوتا با هم درگیر شن، همین محور قفل بشه و این چرخها و هم چرخهای این محور هم با هم دیگه قفل بشن، یعنی این حالتی بشه، یه حالت ضبدری، اینا با هم دیگه قفل بشن، با هم دیگه به یه اندازه بچرخن، برن و بیان. به این میگن قفل کن جفت کن. در حالت عادی مثلا میبینید که فقط دو تا دیفرانسیال فعالن، خب ولی یه وقتی میبینید این
نیروی موتور از این چرخ مثلا با این چرخه و این چرخ رو میچرخونه. یه وقتی میبینی این چرخ، یه وقت این چرخ، مثلا قانون خاصی نداره، همینطوری چون که رو حالت قفل نیست و هر جور که راحت تر بود نیرو به چرخ ها منتقل میشه. خب دیگه بحث رو تخصصی نکنیم. چی داریم اینجا تو این گاراژ؟ این پیتربلت، این مرسدس بنز آکتروس که این محور این ماشین بالاگیره. یعنی چی؟ الانم بالاست، اگه نگاه کنین اومده بالا. یعنی اینکه با یک کلید میزنین و این محور میره بالا بادیه و باز نخواستین میاد پایین. برای جلوگیری از استهلاک این چیزو میذارن. وقتی است که مثلا میبینی ماشین خالیه، نیاز نیست که 10 چرخ ماشین که مثلا 2 تا دیفرانسیال درگیر باشه، با همون تک هم میتونه بره بیاد و کلی از استهلاک لاستیک و دیفرانسیال و ترمز و نمیدونم چی و چی اینا همش میاد پایین. آکتروس. اینجا هم که یه پیتربلت 579 داریم، اینم بسیار ماشین خوبیه و گردن کلفت آمریکایی رو میبینید W900 یا W که اینو اگزوزش رو ما عوض کردیم، رینگاشو اینطوری انداختیم، اگزوزش رو مشکی کردم که با این شیشه های کناری ست بشه و همچنین این رینگا رو هم مشکی میکنیم که همچنین یه نمای چقدر باحال این ماشین. این خیلی دیگه بلند و دراز این ماشین، ولی این خیلی جذابه. این اصلا نگاه کنید چراغا، کاپوتش، اصلا سقفش و داخلیش هم یه ذره به قولی کاستومایزش کردیم. بریم ببینیم این از داخلشه. فابریکیش چطوری بوده؟ فابریکیش اینطوریه، چوب و چرمه که اینی که اینو رنگ داره و اینو داره و اینو داره که من اینو انداختم الان شده چرم و کربن فایبر. این قسمت شده کربن فایبر، این رنگی شده. فرمونش هم اومدیم با همین کربن فایبر ست کردیم و اینجا هستش. خب حالا از اینجا اکسیت کنیم، بریم ببینیم بار چی داره. لودینگ پلیر تریلرز، لودینگ تراکس. خب اینجا هم که پلیس راه ما رو نگه داشت. یه لحظه. خب حالا یه ذره راه بریم، باز همینطور توضیح بدیم. اول یه نگاهی بندازی بهش. صدای دستی رو نگاه کنین، خیلی باحاله. خب یه ذره اینو اول زیبایی ببینیم. به به به، این چراغاشون رو بذاریم، کاراکتر رو بیاریم پایین. چقدر خوبه این ماشین اصلا. خب خاموشش کنیم، صدا به صدا برسه. اینو رنگ جگری مات، مثل این که یا آلبالویی مات یا جگری مات، با لاستیک های برند میشلن. چراغ شما نگاه کنید فقط، چقدر باحال این چراغ. استیل، بعد داخلش LED تشکیلات.
حساب کنین مثلا یه دونه آدم از اینا داشته باشه دیگه واقعا سخته به کامیون دیگه بخواد نگاه کنه آدم. واقعا کار دشواری خواهد بود دیگه، خیلی جذاب و اصلا نمیشه ماشین عوض کرد. شما مثلا اینو ردش کنی چی بگیری دیگه، بری مثلا داف ایکس اف برداری، مثلا ماشین های جدید کم پلاستیکی شدن، خیلی قشنگه، استیل کاری اصلا یه چیز سوپر لوکس هستن. این کیفیت استیلی که رو این ماشین، رنگ و لعابی که این ماشین داره، بعد دستی باید ساخته بشه. شما مثلا سفارش میدین بعد از حالا من چه میدونم 1 ماه 40 روز 2 ماه حالا یه تایمی داره دیگه بالاخره، باید اینو دستی سرهم کنن و بسازن، اینطوری نیست با دستگاه بیان. خیلی خوبه اینا. این بغلش کوله باحالی داره، جفت باک هم هست. اینا هم که چی زدیم ده غیر انگار، خیلی قشنگ است. اسم کامیون و اینا به دوش میکشن. کامیون باید اینطوری باشه. آوردن یه دیوار صاف ساختن میگن کامیون، که کامیون نیست. خب اینا این آیکون قفل کن جفت کنم همینه، ببینید عکس یه قفل داره و دیفرانسیال و عکس قفل. اینو که بزنید ماشین نمیچرخه دیگه. اینم که برای بالاگیر اون گوشه این. خب حالا یه ذره بریم، یه سره هم بخواد آدم صحبت کنه خوب نیست. حالا اینجا صافه، یه ذره ببینیم از بیرون اینو. چه بزرگواری. اینم انجین بریک این ماشین، ترمز موتور. این تارت نداره این ماشین. هم فعلا گیربکس های آمریکایی موفق نشدن که این تارت دار باشن. فعلا همین با ترمز موتور میرن و میان و ترمز خود کامیون. حالا ما چراغش رو فقط ببینیم. اگه از این ویدیو و این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما لایک کنید، چنل هم ساب کنید و منتظر توضیحات ما باشید و ویدیوهای بیشتر. حساب کنین مثلا یه دونه از اینا داشته باشه آدم، اول صبح بیای آب و روغن رو چک کنی، ماشین رو استارت بزنی،
و بذاری که گرم شه. بعد بیای دست بکشی به سر و روی ماشین، شیشه ها رو تمیز کنی، کفی مفی نمیدونم کف پا اینا رو باد بگیری، باد دارن اینا، داخلش رو تر و تمیز کنی. واقعا این داخل رو شما نگاه کنید چقدر باحاله. بذار چراغ کابینم بزنیم. به به به، اینم از داخل پیتربلت 389، دستگیره استیل، کیفیت بسیار عالی، دنده دستی داره. در مورد دنده دستی در آمریکا کلاً راننده های حرفه‌ای دنده اتومات رو اصلا بد میدونن و فقط با دنده دستی حال میکنن. اصلا راننده‌ای هم که با دنده اتومات برونه اونو راننده نمیدونن واسه ماشین سنگین. حالا سواری که بحثش جداست. و یه جورایی ماشینا کامیونای اتومات رو اصلا قبول ندارن. خیلی ماشینای ساده دوست دارن، از کامپیوتر و من نمیدونم مانیتور اینا باشه داخل ماشین، اصلا خوششون نمیاد. مثل همین با کیلومترهای عقربه‌ای و اینجور چیزا خیلی حال میکنن. شیشه این ماشینم 2 تیکه هستش که اگه یه وقتی مثلا شیشه این طرف شکست دیگه فقط برید این طرف رو بگیرید و نو بندازین دیگه، نخواهید که یه شیشه کامل بگیرین الکی هی خرج کنید و هزینه و اینا. پیتربلت 389 بسیار ماشین خفن، دوست داشتنی. و سیستم نقطه کور و این چیز میزان نداره. و این ماشینا با انجین های کامینز، کاترپیلار، پکار، دیترویت فکر میکنم و خود ماک هم فکر میکنم که باشه، قابل سفارش هستن. کامینز رنگ قرمز رنگی داره انجینش، کاترپیلار که زرده، پکار مشکیه، اون دیترویت هم که خود انجین مرسدس بنزه، حتی روش زده پاورد بای مرسدس، هک شده مثلا، نه که برچسب باشه اینها، صدای بنز، همه چیزش بنزه. دوامش در طولانی مدت هم کمه چون که آمریکایی‌ها انجینای آمریکایی دوام بیشتری دارن، خود مرسدس بنزه هست و اونم سبز رنگه. و اینکه این ماشینا اگه دمای آبشون به 120 درجه هم برسه ماشین جوش نمیاره، واشر سرسیلند هم نمیسوزونه. و مرسدس بنز هم البته همینه. خب حالا اینجور جاها باید ماشینی که طولش زیاده رو کامل بیایم جلو اول، تا جایی که جا داره باید بیایم جلو، نم نم فرمون بگیریم که تریلیمون نگیره به این سواریا. ببینید این همه دور دادیم باز وضعیت ما اینه. ولی سلطان اصلا سلطان میاد بهش، چراغ جلوی LED داره، خیلی باحاله. کیفیت دیگه، اصل جنس اینه. من خودم میگم مرسدس بنز واقعا دوست دارم، یه برند خیلی قدیمیه، خیلی
نوآوری داشته از همون شروع ساخت کامیونهاش، همیشه نوآوری داشته، همیشه خوب بوده، ولی بیدماغ شده. مرسدس بنز پلاستیک شدن یه ذره، اینا همچنان فلزن، خودش از لحاظ بصری اینا لذت بیشتری دارن تا مثلا یه ماشین پلاستیکی. حالا بنز که خیلی ابهت داره واقعا، پرچم ماشین سنگین و بنز همیشه بالا برده، ولی اینا هم ماشینای خیلی دوست داشتنی هستن و ولی که دارن اینه که خیلی طویلن، طول زیادی دارن، هر جایی نمیشه با اینا رفت، هم طول زیاد هم 10 چرخ بودنشون. ولی خب میگم یه دونه از اینا رو یعنی کسی داشته باشه دیگه سمت هیچ کامیونی نخواهد رفت، مگر اینکه دیگه این ماشین انقدری کار کنه که دیگه بپوسه و چیزی ازش باقی نمونه. در این حد اگر کار کنه و به این نقطه برسه دیگه شاید طرف مجبور بشه ماشین دیگه بگیره. ببینیم اینجا نمیشه ما عقب بگیریم. خب خاموشش کنیم اول. ببینید اینجا رو ما یه سراحی داریم، سراح اینجاست. توی یه همچین مواقعی حق تقدم با چه ماشینیه؟ فرض کنید که اینجا که ما وایسادیم یه کامیون یا یه ماشین هم اینجا باشه، یه ماشین هم اینجا باشه، حالا یه تابلوی حق تقدم داریم، حالا اونو بیخیال شید و فرض کنید هیچ چراغی هم نیست، پلیس هم نیست. چطوری تشخیص بدیم حق تقدم با کیه؟ حق تقدم میخوایم مشخص کنیم، باید یه تی انگلیسی تو ذهن خودمون تجسم کنیم اینجا و این که شد تی انگلیسی ما. سرکش این تی حق تقدم داره، یعنی حق تقدم با این سرکش تی انگلیسی که نوشتیمه. یعنی اگر ماشینی اومد اینجا وایساد باید وایسه ماشینی که اینجا داره اومده این ماشین بیاد اینطوری رد شه، این نباید بیاد ماشین اینجا، این یکی ماشین. و همچنین اینجایی هم که حالا اینا رو خط بزنیم، الانی که ما اینجا وایسادیم و فرض کنید که یه نفرم اینجا وایساده، جفت این دوتا ماشین میخوایم بریم اینجا، ما میخوایم بریم تو این لاین، اینی که از اینجا اومده میخواد بره تو این لاین. حق تقدم با کیه؟ حق تقدم با ماشینیه که میخواد سمت راست گردش کنه. حالا درست غلط چیزی که قانون میگه، و حق تقدم با همچین آدمیه و همچین ماشینیه. اینم از حق تقدم یه همچین سراحی ها. میگم ببینید چراغ هم نیست، پلیس هم نیست، هیچ گونه تابلو چیزی نداره، شما خودتون باید تشخیص بدید. اگر ماشینی اینجا باشه حق تقدم با این لاینه و این لاین. اگه ماشینی
اینجا باشه و اینجا و هر دوتا بخوام برن تو این لاین. حق تقدم با ماشینی که میخواد سمت راست گردش کنه. اینا رو باید بدونید. یه وقتی یه جایی میرید و یه جاهایی هست که میرید و میبینید شما اومدین، طرف هم اومده و مقصر شما شدین. چرا؟ چون که آگاهی نداشتین. و این دماغه خیلی به قولی گولزنکه. شما این دماغه رو نباید ملاک قرار بدید. ملاک انتهای این دوتا آینه کوچیکی که روی کاپوت ماشین هست، یعنی این که این ماشین تا اینجاها ادامه داره، یعنی دوتا گلگیر زیر این دوتا آینه کوچیک وجود داره و شما باید اینو در نظر داشته باشید. ماشین های دماغدار که همچین بدیه هایی هم دارن در کنارش. الان اینجا البته میبینین کیفیت خوبه، روون هم هست. حالا من نمیدونم چطوریه که با این اسکرین رکوردر کار میکنیم، فیلم میگیریم، آخر سر همش لگ میشه، کم میشه، کیفیت میاد پایین. و اما درباره این ماشین چیزی میخواستیم بگیم، اینه که این ماشینی که میبینید چرخ جلو دیسکه. خیلی از ماشینا دیسکه. چیزی که جدیده، حالا این نه نسخه جدیدش، یعنی کابین جدیدی که داده بیرون، آخرین مدلش این محور و این محور تماما دیسکن. یعنی فکر میکنم حتی مرسدس بنز هم همچین چیزی نداشته باشه. حالا بنز که به خاطر پایین آوردن استهلاک و این چیز میزا این کارو نمیکنه، ولی در کل این ماشین فکر میکنم که اولین ماشینی باشه که چرخهای دیفرانسیالش رو دیسک کرده، ترمزا رو. خیلی چیز خفن و باحالی بود که من متوجه شدم. اینجا هم که یه اسکانیای اس میبینید، ولی خب این یه چیز دیگه است. همون اسکانیا فکر میکنم کل اسکانیا اندازه فقط کله این ماشینه، همین تیکش، یعنی سر و ته اون اسکانیا، سر و ته نه، کله اون اسکانیا، کابین اون اسکانیا مثلا فکر میکنم که همقدر کاپوت و کله این ماشین باشه. حالا اون بقیهش دیگه بمانه. ویدیو رو هم تمومش کنیم دیگه، خیلی طولانی شده. اگه که تا آخر این ویدیو
موندین و بودین. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردین و حالا میخوایم هر روز ویدیو بذاریم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.